برادران عزیز، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در باب یاد مرگ است، در باب حالت لحظه های مرگ که آیا به بالای انسان چی تلخی و چی سختی می آید. پیغمبر بزرگوار برای ما امر کردن که لحظه ها را به یاد بیاره تا اینکه شما را از غفلت بیدار کنه. و این خاطر امروز یک چیز خاص کردم که در باب اون حالتی که از همه سخت‌ترین و تلخترین حالت انسان است و لحظه وداع دنیا و یعنی ابتدای آخرت است، یک چیز در اون موضوع هم گفتگو داشته باشیم. البته امروز جامعه را نگاه میکنیم، اکثر مردم از یاد مرگ، از یاد مردن دور هستند. یک نوع زندگی دارند که گویا نمیمرده باشند یا اینکه گویا ابدی و همیشگی در دنیا باشند. و این خاطر امروز خاص کردیم که یک چیز در این موضوع صحبت داشته باشیم. رب العالمین در قرآن میفرمایند که استعیذ بالله کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. صدق الله العظیم. تمام نفس، تمام صاحب نفس چشنده مرگ است و بعد از چشیدن تلخی مرگ اون شخصیت یا اینکه اون صاحب نفس به سوی ما بازگشت دارد. مفسران میفرمایند که این یک حکمی هست، یک امری هست که هیچ یگان چیز یا اینکه هیچ یگان شخصیت این را رد کرده و بیکار کرده نمیتونه. در اصل اگر ما نگاه کنیم برادران عزیز، بعضی انسان‌های ثروتمند و دارنده یا اینکه بعضی پادشاه‌ها و بعضی شخصیت‌های معروف و مشهور وقتی در یک بیماری که بیماری مرگ است مبتلا میشوند، حاضر هستند و راضی هستند که تمام دارندگی و تمام ثروتشون ادا کنند و خود را از چنگال مرگ رها کنند، خلاص کنند، از دست و چیزی نمی آید. چون که این حکم بالا هست. هیچ یگان شخصیت این حکم رد کرده و گردانده نمی. اگرچه شاه هم باشی، اگرچه هزار دارنده هم باشی، شخصیتی نیست که یا اینکه چیزی نیست که سر راهی یعنی مرگ ایستادگری کنه و سر راه مرگ بگیره. چون که این حکم از بالا شده است. چی رنگی که انسان به اختیار آمده است، این چنین رفتن انسان هم به اختیار است. یگان شخصیت در رفتن اختیار نداره. حتی انبیای خدا در رفتن اختیار نداشت. هیچ شخصیت در رفتن اختیار نداره، چون که این امر بالا است. رب العالمین اون دشمنها و مشرکهاش جای خطاب میکنه، میفرماید که استعیذ بالله قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده. رب العالمین میگه ای مشرکین، ای دشمنان من، شما مرگ میگویی، مردن میگویی، از مرگ میگریزی. مفسرین میگن گریختن از مرگ چی رنگ است؟ وقتی انسان دردمند میشه در حال در فکری تبابتش میشه، نزد دکتر میروی، نزد ملا دعاخوانی میروی، نزد دیگر یعنی راههای مقصد تبابت و معالجه خود جستجو میکنی. اینا میگن گریختن از مرگ است، یعنی نخواستن مردن. در اصل هیچ کس مردن نمیخواد، یگان شخصیت به مرگ راضی نیست. رب العالمین دشمنهاش میگه که شما مرگ میگویی و از مردن میگریزی، نه که شما یک چیز نمیدانه، علاجی نداره. فانه ملاقیکم، بخواهی نخواهی مرگ با شما ملاقات میکنه، بخواهی نخواهی مرگ به تو روپرو میشود، بخواهی نخواهی تو در چنگال عزرائیل میافتی. یگان شخصیت تا امروز از چنگال او رهایی نیافت، یگان کس از چنگال او خلاص نشد. رب العالمین میگه فانه ملاقیکم، بخواهی نخواهی ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیه السلام ملاقات میکنه، به او روپرو میشه. بعد از ملاقات ملک الموت چی است برادران عزیز؟ بعد از اینکه با عزرائیل روپرو شدی، بعد از اینکه عزرائیل با تو ملاقات کرد، بعد از آن چی هست؟ ثم تردون الى عالم الغیب. بعد از ملاقات ملک الموت بازگشتن به سوی او ذاتی که دانای غیب است، به سوی پروردگار. عالم الغیب و شهاده، دانای غیب و آشکار، یعنی از اون حالتی که پنهان گناه میکردی یا عمل صالح میکردی او خبردار بود.
یا اینکه از اون حالتی که تو آشکار عمل خوب میکردی یا گناه میکردی پروردگار خبردار بود، به نزد او ذات میروی و خداوند تمامی عملی که در دنیا کرده بودی، چی از نیک و بد، چی از یعنی گناه و ثواب، همه اونها را پروردگار در آخرت در نزد تو آشکار میکنه. یعنی همه ای را خداوند برای تو دیگر علاج نداری. رب العالمین از جسم و بدن خودت شاهد یعنی اونجا حاضر میکنه، دست و پای تو. در سوره حضرت یاسین میگه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. در روز قیامت رب العالمین وقتی که انسان میگه گناه کردی، بعض جاهل ابله بود است که میخواست است که در محضر پروردگارم دروغ بگه، میگفته که گناهی من شخصیت ندیده بود، این میخواست است که زبان درازی کنه، زبانش بکشه بگه خداوند نکرده بودم. اما رب العالمین دهن مهر میزده، پیچک میزده، الیوم نختم علی افواههم، دهن پیچک زده محکم. و تکلمنا ایدیهم، رب العالمین میگه دست گپ میزنه به ما، دستهای مردم، دستهای شما. و تشهد ارجلهم، شهادتی میدهد، گواهی میدهد در نزد ما پاهای مردم، بما کانوا یکسبون، و او کسب و او عملهایی که در دنیا کرده بود. یعنی اعضای بدن خود انسان در نزد رب العالمین برای یعنی نیک و بدش خسته چیکار میکرده؟ شهادت میداده، شاهدی میداده که پروردگار کرد. یعنی که بعد از ملاقاتی ملک الموت بازگشت به سوی پروردگار بود است، یعنی رفتن به نزد خداوند بود است. برادران عزیز، مرگ به بالای تمام شخصیت می آید. مرگ یعنی تمام نیست در دنیا شخصیتی که او یعنی که از دام مرگ، از چنگال مرگ رهایی بیابه و خلاص شد. بزرگای دین میگن ولو کان دنیا بقاء لساکنین لکان فیه رسول الله مخلدا. میگه اگر دنیا با یگان کسی باقی میمان، در این دنیا رسول خدا ابدی باقی میمان. وقتی که به جناب پیغمبر باقی نمان، فهمیده می شود که و کسی باقی نمان. خداوند او را گفت اینک میتون و اینهم میتون. و ای محمد صلی الله علیه وسلم، تو هم یعنی شربت مرگ میچشی، تو هم مردن میبینی و این شخصیت هایی که دشمن های تو هستند اینها هم میبینن. یعنی که شخصیتی نیست که از چنگال مرگ رهایی بیا و خلاصی بیا. برادران عزیز، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم ما امتهاش تحکید کرده است برای یاد مرگ. مولانا در مضمون یه حدیثی هم مصرع داره، میگه مرگ خود را یاد آر و گریه‌ای بسیار کن، مرگ خود را یاد آر و گریه‌ای بسیار کن، میروی روز بگور و توشه تیار کن. میگه مرگ تبیات بیاد، بخواهی نخواهی یک روز دنیا برات تاریک میشود، لحظت بود میشود. هر یک انسان ملائکه داره که وابسته به رزق او هست، وابسته به آبی او هست، به هوای او هست. وقتی لحظه آخر انسان خلاص شد، اون ملائکه هم به تو وداع میکنن، خیر و خوش میکنن، میگن تمام دنیا را گشتیم، یگان قطره آب برای تو نمانده است. دیگرش میگه تمام دنیا را گشتم، یگان یعنی دانه، یگان لقمه برای تو باقی نمانده است. دیگرش میگه تمام دنیا را گشتم، برای تو یگان شادی نمانده است. دیگرش میگه یگان دیدن نمانده است برای تو. دیگرش میگه یگان نفس، یگان هوای برای نفس کشیدن تو نمانده است. اون ملائکه ها را فقط شخصیتی که آخر لحظهش آمده است اون میبینه و تمام. اون فقط با اون ملائکه ها خیر و خوش میکنه. اونی که آخر میگه تمام دنیا را گشتم، هوا نیست، نفس نیست. نفس انسان میگه اگر بیرون برآمده باشه دیگر درون نمیرود، اگر درون در آمده باشه دیگر بیرون نمیبره. این لحظه ملک الموت یعنی که برای قبض روح او اونجا حاضر است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که اکثروا ذکر هذه من لذات، گفتند شما امتای من زیادتر، بسیارتر ذکر او چیزی که شما را از لذت ها، از شهوت ها، از غفلت ها و گناه ها معن می‌داره، ذکر او را بسیار کنید. اهل اصحاب گفتن که یا رسول الله اون چیز است؟ پیغمبر بزرگوار گفتن یعنی موت، یعنی که مرگ، یعنی که ذکر مرگ، ذکر موت دائمی کنه. یاد مرگ انسان از غفلت بیدار میکنه، از گناه دور میکنه. یاد مرگ
دم راست یک ستون بشنونش همجا بشنونشه. فقط یگانه پیغمبر بزرگوار گفتن که یادی مرگ یعنی ذکر مرگ انسان از غفلت معن میداره، انسان از غفلت دور میکنه. و همین خاطر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که شما دائما از مرگ یاد کنید، دائما مرگ خدا به یاد بیارید. ولی حضرت عبدالله ابن عمر امارت راست میکردن، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم آمدن دیدن که حضرت عبدالله البته جوان بودن، چرا که امروز جوانهای ما شوق و ذوق در امارت سازی دارن، این خانه های زمانوی میکنن. حضرت عبدالله ابن عمر میگه بسیار با شوق و ذوق امارت سازی میکردن. جناب پیغمبر آمدن میگه در کتف عبدالله زدن، گفتن یا بنیه، گفتن ای بچه حکام کن فی دنیا که انک غریب، گفتن در این دنیا مثل یک انسانی غریب باش، یعنی دلبستگی از حد زیاد به دنیا نکن. او عابر السبیل، یا اینکه مثل یک مردی راه گذر، مثل که یک مردی که یک شب در این مسجد ما، در این جمعیت ما، یا اینکه در شهر ما یک شب مهمان میشه و میگذره میروه. انسانی که یک شب در جا بمانه چقدر دلبستگی با اوجا میکنه، یعنی دلبستگی نمیکنه. به این خاطر حضرت عبدالله ابن عمر جناب پیغمبر مثل غریب یا مثل مردی راه گذر باش. بعد از اون حضرت میگه که حضرت ما را نصیحت میکنه عبدالله ابن عمر، میگه این شخصیت وقتی که سحر شد انتظاری بیگاه نداشته باش، فکر کن که آخرین سحری تو است. وقتی به بیگاه رسیدی انتظاری صبح و سحر نداشته باش، یعنی هر لحظه تا غنیمت بدان، هر لحظه را برای خودت غنیمت بدان که شاید لحظه دیگر نباشی. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر فرمودند که اذکروا الموت فی صلاتک، گفتن که شما مرگ در نماز خواندن حتی به یاد بیاره، یعنی در درون نماز در نماز خواندن مرگ به یاد بیاره. فإن الرجل اذا ذكر الموت في صلاته لحری ان یحسن صلاته، وقتی که انسان در درون نماز اگر مرگ و مردن خودش به یاد بیاره، این انسان چقدر حرکت میکنه، چقدر محنت میکنه که این نمازش به خوبی انجام بده. یعنی که هر یک نماز، حتی پیغمبر بزرگوار گفتن که وصلی صلات رجل لا یظن انه یصلی صلاتا غیرها، میگه وقتی که انسان نماز خواند بگه که این آخرین نماز من که خوانده ایستادم، بعد این من شاید دیگر نماز، یعنی این نماز وداعی بخوان. پیغمبر بزرگوار گفتن هر یک نمازی، یعنی نگو که به نمازی دیگر میزنم، تا نمازی دیگر وقت هست، اما امیدی ای را نداشته باش، چون که مرگ به اختیار خودت نیست، مرگ ناگاه بر روی انسان میاد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که وقتی که انسان صالح لحظه آخری دنیاش آمد، البته حالت سکرات، حالت موت برای او سبکتر و آسانتر است، اما سکرات موت، معنای سکرات سختی می شود، تلخی مرگ، تمام شخصیت نیک و بد تلخی مرگ می چشد. حضرت عایشه مادرمون می فرمایند که پیغمبر بزرگوار میگه در آغوش من جان داد، جناب پیغمبر در آغوش من، در بالای دست من، در سر سینه من بود، جناب پیغمبر میگه جان میداد. وقتی که سختی سکرات موت در پیغمبر بزرگوار دید و من میگه فکر میکنم که نیست شخصیتی که از اون نجات بیاوه، از اون خلاص شود، چون که وقتی که پیغمبر بزرگوار سکرات مرگ دید، سکرات سختی مرگ چشید، دیگر یگان شخصیت طاقت نداره، یعنی نیست شخصیتی که ایرا نادیده از این دنیا برو. اگرچه در غرق شدن هم انسان وفات کنه، یا اینکه ماشینش هم بزنه، یا اینکه در هر حالتی که اگر مرگش در حالی هم باشه، به هر صورت او سکرات و سختی مرگ انسان میچشه، علاجی نداره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگه وقتی در سکرات موت بودن، در دو کنار پیغمبر در پیمانه ها و جاگه های آب گذاشته بود. جناب پیغمبر میگه دستای مبارکش در درون همون پیمانه ها تر میکرد و در چهره و رخساره خودش میشکید. و حضرت عایشه مادر من گفتن که به سوی من گفت یا عایشه ان للموت لسکرات، گفتن ای عایشه این مرگ خیلی سختی های داشته است، این مرگ خیلی حالت سختی داشته است. حتی محدثا میگویند که وقتی پیغمبر بزرگوار سکرات موتش سخت شد که دیگر طاقت نکرد، از حد زیاد سکرات براش سخت شد،
بعد از اون پیغمبر بزرگوار میگه دستاش به سوی بالا برداشت، اللهم الرفیق الاعلا گفت، ای بالاترین دوست، گفت من یاردم که من مدد کن که یعنی سکرات برای من سخت شده است، سکرات برای من خیلی دشوار شده است. حتی میگن دستا در بالا در دعا کردن بود، اللهم الرفیق الاعلا میگفت، همون لحظه خداوند یعنی جان از بدنش بیرون کرد. دوباره پیغمبر بزرگوار خودش نتوانست که دستاش در زمین گذاره، میگه دستا افتادن در زمین آمدن زدن. یعنی که مرگ سختی داره برادران عزیز. این سکرات مرگ تمام شخصیت نیک و بد میچشه، اما برای انسانی بد چقدر سخت‌تر است، چقدر تلختر و دشوارتر است. برای انسانی بد یعنی که چقدر سکرات موت سخت‌تر و تلختر است. اکنون برادران عزیز، بعد از مرگ انسانیت اگر انسانی صالح باشه، پیغمبر بزرگوار گفتن که اون ملائکه که یعنی وابسته به قبض روح است، حضرت ملک الموت عزرائیل میفته که ای روح پاکیزه از این جسم و بدن پاکیزه بیرون شد، به سوی رحمت پروردگارت پرواز کن. اما روحی بد انسانی بد باشه و میفته ای روح ناپاک و بد از این جسم ناپاک و بد بیرون شد. روح انسانهای صالح پرواز میکردن نزد عرش پروردگار، اما روحهای انسانهای بد و منافق در غجدی ها و جزیره ها و یعنی در جاهای یعنی بدی های دنیا میگشتن تا روز قیامت. اکنون وقتی که انسان روح از بدن بیرون شد، بعد از مردن چقدر بدن انسان دردمند و زرداب می شود، چقدر حتی جناب پیغمبر ما را تعلیم دادن که انسانی که غسال است، مرده شونده هست، او باید چقدر برحم باشه. بدن مرده را حتی به دستی لوچ باید انسان نخپه، باید که انسان در دستش یک لاک یک دستکی بکشه. بعد از آن حتی پیغمبر بزرگوار گفتن آب در بدن مرده نریز، آب در پس دستی خودت بریز و آهسته آهسته بدن مرده را بما، چون که بدن او چقدر زرداب است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که یعنی اون معالجه، اون یعنی رو پرو شدن و جان گرفتن که عزرائیل شما را جانتون میگیره، مثل این است که گویا در بدن شما 100 تیزینه از شمشیر و کارچه 100 جا یعنی زده باشند. بدن شما چقدر پر از پای تیزینه ها باشد، چقدر بعد از این بدن انسان دردمند میشه. و وقتی که انسان یعنی در بالای اون تابوت میگذاشتن، به سوی جنازگاه میبردن، انسان صالح میفته که قدیمون میفته من از زودتر ببری، تیزترم ببری، میفته من محتاج جنازه شما نیستم. جنازه یک دعایی است در حق مرده، من خداوند آخرت ما آباد کردگه. اما انسانی منافق بعد میگفته که اخیرون آیسته تر ببریم که حالت من به حالم رحم کنه. قصه کوتاه میبرن، انسانی نیک بعد در قبر میگذارن. اگر انسانی صالح باشه، پیغمبر بزرگوار گفتن پایان قبر کشاده می شود، 2 ملائکه داخل می شوند. چقدر بدهیبت و خوفناک هستند اونها انسان از 3 چیز می پرسیدن. انسانی که اگر صالح باشه، انسان خوب باشه، جواب گفته میتونسته. یکم می پرسیدن که من ربک، میفتن خدای تو کی هست، ربی تو کی هست، در دنیا کی را بندگی میکردی، کی را عبادت میکردی، با گفته کی زندگی میکردی. انسان صالح انسان عبادت کرده باشه، میفته ربی الله. با میپرسیدن میگفتن ما دینی تو چی است، در کدام دین زندگی میکردی، آیا در دین اسلام بودی، مسلمان بودی، یا اینکه بنا مسلمان بودی نماز نمیخواندی، بنا مسلمان بودی روزه نمیگرفتی، بنا مسلمان بودی گفته خدا را رعایت نمیکردی. انسانی که عبادت کرده باشه میفته دینی الاسلام، میفته دین من اسلام است. با میپرسیدن میفتن من نبیوک، پیغمبرت کی هست، یا اینکه در روایت دیگر میگه صورت جناب پیغمبر را می آوردن، میفتن در حق این شخصیت چی میگوی، آیا با این آشنا هست یا نه. انسانی صالح میشناخته، میفته نبی محمد صلی الله علیه وسلم، نبی من محمد صلی الله علیه وسلم است. و اون ملائکه براش میگفتن که نوم کنوم العروس، میگفتن خواب را مثل خواب عروس. محدثا میگن بهترین خواب ها خواب عروس است. یکم شب عروس وقتی که همراهی همسرش هم خوابگی میکنه، بعد از اون وقتی که خواب میروه بهترین خواب عروس بوده. اون ملائکه میگفتن که خواب را مثل خواب عروس که تو را در آخرت از همه دوست داشته تر پروردگارت بیدارت میکنه.
این شخصیت میگه که من اجازت بده، من اجازت بده دوام برم اهل بیت ما بگم که حالت خوب است، از جواب شما گذشتم. اون ملائکه میگفتن برای دیگر اجازت نیست. اما انسانی که بد باشه، اگر او شخصیت وقتی میپرسیدن من ربک، خدای تو کی است، اگر چی مسلمان هم باشه عبادت و بندگی نکرده باشه میگه لا ادری، نمیدانم خدا هم کی بودن نمیدانم. گاه از قفای دنیا میدویدم، از قفای شیطان میدویدم، از قفای نفس میدویدم. مردم میگفتن خدا هست، الله هست، اما من اطاعتش نکردم، بندگیش نکردم، نمیدانم خدا هم کی بودن شه. یک گرزه داشتن که آتشین میگه میزدن انسان چقدر در همون کنج لحد خاکستر میگردن. دوباره میگه میپرسیدن ما دین چی است، میگفت لا ادری، نمیدونم. من نبی قصه کوتاه این جواب اونها را گرداندن نمیتونسته و چقدر عذابهای سخت برای انسان منافق میکردن. و پیغمبر بزرگوار گفتن که القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. قبر هر شخصیت یا باغ از باغهای جنت میگردد یا اینکه پستی از پستیهای جهنم و دوزخ. بسیاری برادرها ما را میپرسن، میگن حضرت آیا بعد از مردن وقتی انسان در خاک میسپاری تا قیامت هم خیلی خواب میره و میپوسه، یعنی در یک حالت میسته یا اینکه یکون حالت راحت عذاب داره؟ البته این در روایت ها آمده است عالم برزخ وقتی انسان در قبر گذاشتن، پیغمبر بزرگوار گفتن که قبر انسان اگر صالح باشه خداوند یک باغچه از باغهای جنت میگردانه و از جنت یک مهریه، یعنی یک توریزه میده میکشاید در گوشه قبرش که باد و هوا و خوشبویی های جنت در دماغش میزنه و انسان تا قیامت در راحت خواب میرفته. اما اگر انسانی بد باشه خداوند یعنی قبرش یک پستی از پستی های دوزخ میکرده، جای عذاب و یک مهریه از جهنم در او کشاده میکرده تا قیامت انسان در عذاب بوده. یعنی که انسان صالح بعد از مردن حالت قبرش خوب است، حالت قبر او را یعنی خداوند حالت راحت میگردانه تا قیامت چی است، حال او خوب است، در راحت است. اما انسانی بده تا قیامت یعنی حالش در قبر بد است. برادران عزیز، ما فقط قبر رو یعنی مردن میشنویم، تا این حالت به بالای انسان نیاید انسان احساس نمیکنه. یک لحظه وقتی یک قبر یک کس کندن برد همون تنهایی درا و کوبه پشت بزن کمتر بیست چقدر خودت کدوم حالت احساس میکنی؟ فکر نکو که بعد از مردن دیگر نمیبینی و نمیفهمی. وقتی در قبر ماندن مردم وقتی که دهه قبر تو را محکم کردن حتی شلفه پای رفتن اونها را میشنوی. جناب پیغمبر گفتن که شلفه پای رفتن یعنی انسانهایی که خاک بار میکنن اونها را میشنوه انسان و فریاد میکرد از من تنها نگذاره، اما به فریادت کسی دیگر نمیرسه. و همین خاطر ما و شما در یک روایت پیغمبر بزرگوار گفتن که هر روز قبر 3 بار به سوی مردم فریاد میکرده، میگفته یا ابن آدم، ای فرزند آدم، میگفته انا بیت المسئله و بیت الوحشه و بیت الوحده، میگفته من خانه پرسش هستم، من خانه تنهایی هستم و من خانه یعنی چی هستم، وحشتناک خوفناک هستم. میگفته فاعمرنی ولا تخربنی، میگفته من آباد کن من ویرانه نکن. قبر خانه عمل هر انسانه. در دنیا چند عبادت زیاد باشه یعنی قبر تو آباد است، قبر تو یعنی باغ از باغهای جنت نورانی هست. اگر در دنیا چنده که یعنی عملی بد داشته باشی در آخرت یعنی قبر تو چی هست، عذاب است و پستی از پستی های دوزخ است. در آخر یک شعر دیگه از شیخ سعدی هم میخونیم و دعا میکنیم. از میفرمایند که ای دل صدای مرگ تو را هم رسیدنی است، صبحی اجل به مطلع عمرت دمیدنی است. بر تخت و لعل و بالین ابریشمی مناز، تنها بجای تن تو را آرمیدنی است. پیوستگی مکن به جهان دل برو مبند، زیرا که زین جهان تو به کلی بریدنی است. از گوش خویش میشنوی که آن فلان نماند، در گوش دیگران خبرت هم رسیدنی است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه خودش سرزنش میکرد، میگفت ای عمر هر روز میشنوی که فلانی مرد فلانی مرد فلانی مرد. این را انیق بودن که یک روز دیگه مردم نامیتره میگن عمر مرد. حضرت میگه چقدر ترسی خدا در حضرت زیاد بود، میگفت یا لیت ام عمر لم تلد عمر، ای کاش که ای مادر عمر را تولد نمیکردی. ما تقول لربک غدا یا عمر، ای عمر فردا در نزد پروردگار چی جواب میگویی؟
چقدر ترس خدا در حضرت بود. حضرت هم گفته که از گوش خیش میشنوی که آن فلان نمان، میفهمی فلانی مرد، فلانی مرد، فلانی مرد. حضرت هم گفته که در گوش دیگران خبرت هم رسیده نیست. نامی تو را میگه عبدالقادر مرد، نام تو میگیرن حتما یک روز مردم میشنون میگن مرد، یعنی که این علاجی نداری. ای دل مکن گناه که تحقیق مردنیست، اعمال نیک کن که قیامت رسیدنیست. بر پل صراط و دوزخ گذر فتد یقین، اندازه گناه و عذابت کشیدنیست. غره مشو بدین گل و بوستان روزگار، بادی خزان بدین گل و بوستان وزیدنیست. از مرگ خود بترس که تنها روی به گور، با منکر و نکیر جوابی تو دادنیست. چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد، میدان یقین که شربت مرگت چشیدنیست. چیز شکار کن که به میدان روزگار، این مرکب حیات ندائم دویدنیست. چون حضرت رسول خدا در جهان نماند، کس را چه اعتماد زنابود بودنیست. سعدی در این قفس که تو کی توان داشت مرغ را، آخر قفس شکسته و مرغش پریدنیست. یعنی در دنیا یگان انسان ابدی نمیمانه. یک روز همه ما و شما برادران عزیز بزرگوار به نوبت از این دنیا به سوی آخرت میریم. باید که دائما همیشه و همه وقت در فکر همون روز باشیم. باید دائم آمادگی همون روز بگیریم، آمادگی و تیاری برای همون روز باشیم که مرگ مهلت و وقت نداره، معین نیست، کی آمدنش هیچ کس نمیدونه. به این خاطر دائم باید ما و شما در فکر در یاد مرگ باشیم. پیغمبر بزرگوار گفته اگر شما در یاد مرگ باشه، یاد مرگ انسان از گناه دور میکنه، از غفلت دور میکنه، از بدی دور میکنه.